من یه ویدیویی ساختم خیلی وایرال شد، توش گفته بودم زیادی خوب نباشید، زیادی مهربون نباشید که در نهایت خودتون آسیب میبینید. کلی پیام اومد واسم. الان اومدم جلوی دوربین بگم که من این شهامت رو دارم که بگم اشتباه میکردم. منتها اشتباه من اون حرفا نیست، من هنوزم به اون حرفا معتقدم، ولی اشتباه من رو شماها تو اون پیاما بهم نشون دادید. یکی تو نوشته بود نعیم حواست هست داری میگی از مهربونیمون کم کنیم، یه کوچولو بد بشیم. نمیتونیم. ما آدم مهربونا ساخته نشدیم واسه این کار، وجدانمون نمیذاره، بلدش نیستیم. بدی کردن بلدی میخواد، ما نمیتونیم. ما هر دردی بهمون وارد میشه یه گوشه کز میکنیم، خودمونیم و خدامون. واسه همین فکر کنم اشتباه من این بود که با آدم مهربونا حرف زدم. اومدم با آدمای نامهربون حرف بزنم، بهشون بگم عزیز دل تو بلدی بد بشی، تو از وجدان درد و اینا نمیترسی چون وجدانی نداری. فقط یه چیزو یادت باشه، این آدم ضعیفی که نمیتونه انتقام بگیره یه خدایی داره که بهش میگن جبار. یه جایی واسه اون جبران میکنه و یه جایی واسه تو جبران میکنه. جبران اون میشه مهربونیایی که به بقیه کرده، جبران کار تو هم که مشخصه. گر بدی کردی بدان روزی جزایش میرسد، خوب و بد یا هر عمل روزی سزایش میرسد. من نمیدانم چه مینامی فلک چوب خدا، هرچه کردی روزگاری کارمایش میرسد. آره